olib ketayotgandek bo'lyapti-da. Turibman, oyog'imni siqmayapman, уже sekin-sekin yaqinlashyapman, uni ko'rgan sari. شرکتی سوفساودو تخفیف یک ماهه خود را اعلام می‌کند. شخصانی که از حسابی خرابی لاغری و در ارگانیسمشان هر گونه کریم‌ها دیده می‌شود، با شما تابلتکا و سیروپ‌های باندکس، روغن کدو با شکل کپسول را پیشنهاد می‌کنیم. برای هر یک ماه از 7 تا 10 کیلوگرم فربه شدن، سامیان ون، ژنشن و رد ژنشن را پیشنهاد می‌نماییم. و این چنین برای شخصانی که با ورزش مشغولند BCA، پروتئین و گنرها را توصیه می‌دهیم. شخصانی که از حسابی فربهی تنقیسی می‌کشید، می‌خواهید خراب شوید، پس با شما فاتزورب، والشبنی بوبی، بلک پانترا و چای‌های عربی را توصیه می‌دهیم که از 7 تا 10 کیلوگرم در مدت یک ماه 100% شما را خراب می‌کنند. سوینچ مومینووا پس از یک ویدیوی کوتاهی که در آن با حجاب مسلمانی سر یک میز نشسته با نفر صحبت می‌کرد، تمام مخلصانش را حیرت زده گرداند. خانم سوینچ که در تاجیکستان دایره مخلصانش نهایت زیاد است، پس از دیدن این منظره همیشه بین مردم یک سوال چرخ میزد و چرخ میزد. سوینچ حاجی بیبی شد. سوینچ زیارت خانه خدا رفت. سوینچ دیگر صحنه را به تمام بس کرد. سوینچ همراه پدرش خانه خدا را زیارت کرده اومد. انا گپ و منا گپ. اکنون در بازار و گذرگاه‌ها همین گپ بود. برای روشنی انداختن به این مسئله خواستیم به مخلصان تاجیکستانیش حقیقت این آوازه را پیشکش گردانیم. زود سر به سامانه‌های اینترنتی زده اوید این نوار و این آوازه معلومات جستجو نموده. اما متاسفانه تا به امروز درباره این نواری که خانم سوینچ با سطر برآمد کرده است، کسی از ترک صحنه کردنش چیزی ننوشته است. حتی خودش نیز باری نگفته است که از صحنه به تمام رفتم. خی صحنه نیز نگفته است. میشمیش ها روز از روز زیاد شده ایستادند که گویا سوینچ را پدرش خواهش کرده باشد که صحنه را قربانی زندگی نموده ترک کند، ولی تا کنون در این باره خانم سوینچ واکنش نشان داده است. سوینچ را در کشور ما ستاره تابناک ازبکستان میشناسند و دوست می‌دارند. دو ماه قبل برای خوشحالی کلی زنان تاجیک در طرفخانه یکسرای کنسرتی با شکوه برگزار نموده همه زنها را قایل نموده بود. یک باره با حجاب روی نوار آمدنش همه را به حیرت گذاشت. این آخرین نوار خانم سوینچ بود که طریق اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اینترنتی پهن گردیدند. پس از این سوینچ مومینووا در یگان تالار و با یگان ایمیج روی صحنه برآمد نکرده است. از این خلاصه کردن ممکن است که خانم سوینچ شاید قراری ترک صحنه را تحریزی نموده آهسته یک به کسبش و صنعتش نقطه گذاشته باشد. این را وقت نشان می‌دهد. از این زیاد معلوماتی تازه ترین پیدا شود، زود طریق کانال مهراب رو ما به شما خبر می‌دهیم.